اسرار برج رادکان پس از 800 سال برملا شد. برج رادکان واقع در 26 کیلومتری شمال غربی شهرستان چناران استان خراسان رضوی تا 17 سال قبل به عنوان یک آرامگاه و بنای تاریخی عادی شناخته میشد تا اینکه مهندس منوچهر آریان راز این برج را کشف کرد. این بنا اثری تاریخی مربوط به قرن 7 هجری است. احداث این بنای تاریخی در سال 407 هجری قمری آغاز و در سال 411 هجری قمری به پایان رسید. معمار این بنا احمد ابن عمر نام داشت. میل رادکان چناران بر دشت میان توس و رادکان سایه افکنده و همتای دیگر آن نیز در کردکوی وجود دارد که به رادکان غربی مشهور است. همین موضوع باعث شده برخی نام رادکان را با راه و مسیر هم پیوند بدانند، چنانکه راد و رد در زبان پهلوی به معنای نظم و ترتیب و رده آمده و برج رادکان در مسیر راه و جاده درست همین کار را می کند که از نامش پیداست. این بنای تاریخی و بلند با توجه به اینکه در مسیر جاده ابریشم قرار دارد، در گذشته به عنوان راهنمای بازرگانان و مسافران مورد توجه قرار می گرفت. در زمینه نحوه ساخت برج رادکان باید گفت که مصالح بنا از آجر و نوعی گچ است که در نمای خارجی آن نیز در بین سر آجرها تزئینات گچی تو رفته با انگشت دست وجود دارد. زیباترین قسمت نمای خارجی بنا در بخش فوقانی آن است که 2 ردیف تزئینات آجری با گچبری گل‌های مشابه گل لاله به همراه کتیبه کوفی و پهلوی دورادور قسمت زیرین گنبد را گرفته است. بر اساس نظر کارشناسان میراث فرهنگی، وجود کتیبه‌های پهلوی نشان دهنده حضور و تداوم زبان و خط پهلوی تا اواسط سده‌های اولیه اسلامی در این منطقه است. کتیبه‌های موجود در این بنا به زبان کوفی و زیر گنبد مخروطی آن نوشته شده‌اند. ساده اما پر ابهت و با شکوه در یک منطقه کوهستانی جنگلی و بر فراز تپه‌ای قرار دارد. این گنبد مدفن یکی از اسپهبدان آل باوند طبرستان به نام ابو جعفر محمد ابن وندر ابن باوندی است. پس از تحقیقات گسترده مهندس آریان مشخص شد که برج رادکان 800 سال قبل یک مؤسسه نجومی فضایی علمی بوده است که قابلیت تشخیص روزهای سال مانند 4 فصل، سال کبیسه، عید نوروز، اذان ظهر و غیره را داشته است. درون این برج که 25 متر طول، 12 دریچه و 12 دیوار با بدنه استوانه‌ای و گنبد مخروطی شکل دارد که بر اساس عبور نور از این دریچه ها ماه‌های سال و طلوع و غروب خورشید مشخص می شود. اگر در هنگام عصر خورشید در راستای این دریچه قرار گرفت، تابستان است. اگر هنگام صبح در این دریچه قرار گرفت، زمستان است. گفته می شود حدود 800 سال قبل در دوره ایلخانان این بنا توسط خواجه نصیرالدین طوسی طراحی شد و تا 17 سال قبل یک بنای عادی بوده و کمتر کسی از آن بازدید می کرده. بنا در حال تخریب بود، اما بعد از زحمات فراوان مهندس منوچهر آریان مورد توجه قرار گرفت و توسط سازمان میراث فرهنگی مرمت شد.